چطور میتونم با دیدن فیلم و سریال زبان خودم رو تقویت کنم. توی این ویدیو میخوام 3 تا نکته بهت بگم که با رعایتشون زبان خودت رو تقویت کنی با دیدن فیلم و سریال. نکته اول، حتما سریالی ببین که بهش علاقه داری، برای جذابیت داره. حتما سریالی باشه که در موردش کتاب خوندی یا سریالا رو قبلا دیدی که بتونی روی زبانش تمرکز کنی، نه رو خود داستان. مورد دوم، سریال رو حتما با زیرنویس انگلیسی ببین. زیرنویس انگلیسیشو ببین، حتی اگر متوجه نمیشی یا برات سخته که متوجه بشی، یه دیکشنری کنار خودت نگه دار که بتونی با استفاده از اون متوجه بشی. پاز کن، دیکشنری رو چک کن، دوباره ادامه بده سریال. نکته سوم و نکته آخرم اینه که شما حتما وقتی که سریال رو میبینید قسمت‌های کوچیک، قسمت‌های 10 دقیقه‌ای یا 20 دقیقه‌ای ببینید. برای همینم معمولا سریال‌های کمدی رو توصیه میکنم که ببینید. توی کامنت‌ها برام بنویس که چه سریالایی می‌بینی و به چه ژانری علاقه داری تا بتونم برات سریال‌های بهتری معرفی بکنم. Take care.